رادیوی تاجیکستان تقدیم می‌دارد. من چی گویم وصف آن عالی جناب؟ نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. مثنوی معنوی مولوی، هست قرآن در زبان پهلوی. مثنوی معنوی. مثنوی معنوی. محفل ادبی با افتخار 800 سالگی مولانا محمد جلال الدین بلخی. صدر محفل حاجی اسماعیل پیر محمد زاده. خوانش چهارم و بعضی فکرهای بالا نقطه می‌گذارد و فتنه‌ای که از بیدینی، بی‌مذهبی و پیغمبران دور ایمان نآوردن بر سر انسانیت می آید، مولانا بانگ خطر می‌زند. همنشین اهل معنی باش تا هم عطا یابی و هم باشی فتا، و انسانها را به راه راست دعوت می‌کند. کوی نومیدی مرو امید هاست، سوی تاریکی مرو خورشید هاست. یک چیزی مهم را به نصرانیان مولانا نصیحت می‌کند که در کتاب ایشان نام محمد صلی الله علیه و سلم ذکر شده است. بود در انجیل نام مصطفی، آن سری پیغمبران بحری صفا. بود ذکر حلیه ها و شکل او، بود ذکر غزو و صوم و اکل او. بسیار سوال ها می شود که آیا در زمان ما آنهایی که به موسی و عیسی گرویده اند از قوم های ایشان می خیزند؟ چرا که ایشان دعوت ندیده اند؟ مولانا قصه به سخن آمدن طفل در میان آتش را می آرد. بری آتش بت بود، اگر مادر بت را سجده نمی کرد به آتشش می انداختند. طفل که درون آتش بود به مادر می گوید اندرا مادر ببین برهان حق، تا ببینی اشرت خاصان حق. اندرا اسرار ابراهیم بین، کو در آتش یافت سرو و یاسمین. و دشمنی بر محمد صلی الله علیه و سلم را دشمنی به خدا می داند. در خدای موسی و موسی گریز، آب ایمان را ز فرعونی مریز. دست را اندر احد احمد بزن، ای برادر واره از بوجهل تن. اکنون می پردازیم به خواندن ادامه مثنوی معنوی. خواننده ها نظر یزدانی، شرافت عبدالنظر، خیرالله ابراهیم و حاجی اسماعیل پیر محمد زاده. نومید کردن وزیر مریدان را از رفض خلوت. آن وزیر از اندرون آواز داد که مریدان از من این معلوم باد، که مرا عیسی چنین پیغام کرد که از همه یاران و خویشان باش فرد. روی در دیوار کن تنها نشین، و از وجود خویش هم خلوت گزین. بعد از این دستوری گفتار نیست، بعد از این با گفتگویم کار نیست. الوداع ای دوستان، من مرده ام، رخت بر چارم فلک بر برده ام. تا به زیر چرخ ناری چون حطب، من نسوزم در عنا و
در عتب. پهلوی عیسی نشینم بعد از این، بر فراز آسمان چارمین. ولیعهد ساختنی وزیر هر یک امیر را جدا جدا. وانگهان آن امیران را بخواند یک به یک، تنها به هر یک حرف راند. گفت هر یک را به دین عیسوی نایب حق و خلیفه من توی. وان امیران دیگر اتباع تو، کرد عیسی جمله را اشیاء تو. هر امیر کو کشد گردن بگیر یا بکش، یا خود همه دارش اسیر. لیک تا من زنده ام این وا مگو، تا نمیرم این ریاست را مجو. تا نمیرم من تو این پیدا مکن، دعوی شاهی و استیلا مکن. اینک این تومار و احکام مسیح، یک به یک برخوان تو بر امت فسیح. هر امیر را چنین گفت و جدا، نیست نایب جز تو در دین خدا. هر یکی را کرد او یک یک عزیز، هرچی آن را گفت این را گفت نیز. هر یکی را او یکی تومار داد، هر یکی ضدی دیگر بود المراد. متن آن تومارها بود مختلف، چون حروف آن جمله تا یا از الف. حکم این تومار ضدی حکم آن، پیش از این کردیم این ضد را بیان. کشتن وزیر خویشتن را در خلوت. بعد از آن 40 روز دیگر در ببست، خویش کشت و از وجود خود برست. چون که خلق از مرگ او آگاه شد، بر سری گورش قیامتگاه شد. خلق چندان جمع شد بر گور او، موکنان جامد دران در شور او. کان عدد را هم خدا داند شمرد، از عرب و از ترک و از رومی و کرد. خاک او کردند بر سرهای خیش، درد او دیدند در منجای خیش. آن خلایق بر سر گورش مهی، کرده خون را از دو چشم خود رهی. طلب کردن امت عیسی علیه السلام از امرا که ولیعهد از شما کدام است؟ بعد ماه خلق گفتند ای مهان، از امیران کیست بر جایش نشان؟ تا به جای او شناسیمش ایمیم، دست و دامن را به دستی او دهیم. چون که شد خورشید و ما را کرد داغ، چاره نبود بر مقامش از چراغ. چون که شد از پیش دیده وصل یار، نایبی باید از امان یادگار. چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب، بوی گل را از کی یابیم؟ از گلاب. چون خدا اندر نیاید در عیان، نایبی حقند این پیغمبران. نه غلط گفتم که نایب با منوب، گر دو پنداری قبیح آید نه خوب. نه دو باشد تا توی صورت پرست، پیش او یک گشت که صورت برست. چون به صورت بینگری چشمی تو دوست، تو به نورش در نگر کس چشم روست. نوری هر دو چشم نتوان فرق کرد،
چون که در نورش نظر انداخت مرد. 10 چراغ ار حاضر آید در مکان، هر یکی باشد به صورت غیر آن. فرق نتوان کرد نوری هر یکی، چون به نورش روی آری بیشکه. گر تو 100 سیب و 100 آب بشموری، 100 نماند 1 شود چون بفشوری. در معانی قسمت و اعداد نیست، در معانی تجزیه و افراد نیست. اتحادی یار با یاران خوش است، پای معنی گیر صورت سرکش است. صورتی سرکش گدازان کن برنج، تا ببینی زیر او وحدت چو گنج. ور تو نگدازی عنایت‌های او، خود گدازد ای دلم مولای او. او نماید هم به دلها خویش را، او بدوزد خرقه درویش را. منبسط بودیم و یک جوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه. یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب. چون به صورت آمد آن نوری سره، شد عدد چون سایه های کنگره. کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. شرح این را گفتم من از مره، لیک ترسم تا نلغزد خاطره. نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز. پیش این الماس بی اسپر میا، کز بریدن تیغ را نبود حیا. زین سبب من تیغ کردم در غلاف، تا که کژخانه نخواند برخلاف. آمدیم اندر تمامی داستان، وز وفاداری جمعی راستان. کز پسی این پیشوا برخاستند، بر مقامش نایب میخواستند. منازعت امرا در ولیعهدی. یک امیر زان امیران پیش رفت، پیش آن قومی وفا اندیش رفت. گفت اینک نایب آن مرد من، نایب عیسی منم اندر زمان. اینک این تومار برهان من است، که نیابت بعد از او آن من است. آن امیر دیگر آمد از کمین، دعوی او در خلافت بود همین. از بغل او نیز تومار نمود، تا برآمد هر دو را خشم جهود. آن امیران دیگر یک یک قطار، برکشیده تیغ‌های آبدار. هر یکی را تیغ و تومار به دست، در هم افتادند چون پیلان مست. 100 هزاران مرد ترسا کشته شد، تازه سرهای بریده پشته شد. خون روان شد همچو سیل از چپ و راست، کوه کوه اندر هوا زنگرد خواست. تخم‌های فتنه ها کو کشته بود، آفت سرهای ایشان گشته بود. جوزها بشکست وانکان مغز داشت، بعد کشتن روح پاک نغز داشت. کشتن و مردن که بر نقش تن است، چون انار و سیب را بشکستن است. آنچه شیرین است آن شد ناردانگ، وان که پوسیده است نبود غیر بانگ. آنچه با معنی است خود پیدا شود، وانچه پوسیده است آن رسوا شود. رو به معنی کش ای صورت پرست،
زان که معنی بر تن صورت پر است. همنشین اهل معنی باش تا هم عطا یابی و هم باشی فتا. جان بی معنی در این تن به خلاف، هست همچون تیغ چوبین در غلاف. تا غلاف اندر بود با قیمت است، چون برون شد سوختن را آوت است. تیغ چوبین را مبر در کارزار، بینگر اول تا نگردد کار زار. گر بود چوبین بیرو دیگر طلب، ور بود الماس پیش آ با طرب. تیغ در زرادخانه اولیاست، دیدن ایشان شما را کیمیاست. جمله دانایان همین گفته همین، هست دانا رحمت للعالمین. گر انار میخری خندان بخر، تا دهد خنده ز دانه او خبر. ای مبارک خنده‌اش کو از دهان، می نماید دل چو دور از درج جان. نامبارک خنده آن لاله بود، کز دهان او سیاهی دل نمود. نار خندان باغ را خندان کند، صحبت مردانت از مردان کند. گر تو سنگ صخره و مرمر شوی، چون به صاحب دل رسی گوهر شوی. مهر پاکان در میان جان نشان، دل مده الا به مهر دلخوشان. کوی نومیدی مرو امید هاست، سوی تاریکی مرو خورشید هاست. دل تو را در کوی اهل دل کشد، تن تو را بر حبس آب و گل کشد. هین غذای دل بده از همدلی، رو بجو اقبال را از مقبله. تعظیم نعت مصطفی صلی الله علیه و سلم که مذکور بود در انجیل. بود در انجیل نام مصطفی، آن سری پیغمبران بحری صفا. بود ذکر حلیه ها و شکل او، بود ذکر غزو و صوم و اکل او. طایفه نصرانیان بحری ثواب، چون رسیدندی بدان نام و خطاب. بوسه دادندی بران نام شریف، رو نهادندی بران وصف لطیف. اندرین فتنه که گفتم آن گروه، ایمن از فتنه بودند و از شکوه. ایمن از شر امیران و وزیر، در پناه نام احمد مستجیر. نسل ایشان نیز هم بسیار شد، نور احمد ناصر آمد یار شد. وان گروه دیگر از نصرانیان، نام احمد داشتندی مستحان. مستحان و خار گشتند از فتن، از وزیری شومرای شوم فن. هم محبت دینشان و حکمشان، از پی تومارهای کژبیان. نام احمد این چنین یاری کند، تا که نورش چون نگهداری کند. نام احمد چون حصار شد حسین، تا چی باشد ذات آن روح الامین. حکایت پادشاه جهودی دیگر که در هلاک دین عیسی سعی نمود. بعد از این خونریز درمان ناپذیر، کنده رفتاد از بلای آن وزیر. یک شه دیگر ز نسل آن جهود، در هلاک قوم عیسی رو نمود. گر خبر خواهی از این دیگر خروج، سوره برخوان و سما ذات البروج. سنت بعد کز شه اول بیزاد،
این شه دیگر قدم بر وی نهاد. هر که او بنهاد ناخوش سنت، سوی او نفرین رود هر ساعت. نیکوان رفتند و سنت ها بماند، وز ایمان ظلم و لعنت ها بماند. تا قیامت هر که جنس آن بدان، در وجود آید بود رویش بدان. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق می رود تا نفخ صور. نیکوان را هست میراث از خوشاب، آنچی میراث است اورثنا الکتاب. شد نیاز طالبان ار بینگری، شعله ها از گوهر پیغمبری. شعله ها با گوهران گردان بود، شعله آن جانب رود هم کان بود. نور روزن گرد خانه می دود، زان که خور برج به برج می رود. هر کی را با اختر پیوستگی است، مروه را با اختر خود همتگی است. طالعش گر زهره باشد در طرب، میل کلی دارد و عشق و طلب. ور بود مریخی خونریز خو، جنگ و بهتان و خصومت جویدو. اخترانند از ورای اختران، که احتراق و نحس نبود اندران. سایران در آسمان های دیگر، غیر این 7 آسمان معتبر. راسخان در تاب انوار خدا، نه به هم پیوسته نه از هم جدا. هر کی باشد طالع او زان نجوم، نفس او کفار سازد در رجوم. خشم مریخی نباشد خشم او، منقلب رو غالب و مغلوب خو. نور غالب ایمن از نقص و غسق، در میان اصبعین نور حق. حق فشاند آن نور را بر جانها، مقبلان برداشته دامانها. وان نثار نور را وایافته، روی از غیر خدا برتافته. هر کی را دامان عشق نابوده، زان نثار نور بی بهره شده. جزوها را رویها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است. گاو را رنگ از برون و مرد را، از درون جو رنگ سرخ و زرد را. رنگ های نیک از خم صفاست، رنگ زشتان از سیاه ها بی جفاست. صبغت الله نام آن رنگی لطیف، لعنت الله بوی این رنگی کثیف. آنچه از دریا به دریا می رود، از همانجا کامد آنجا می رود. از سری کوه سیل های تیز رو، وستن ما جان عشق آمیز رو. آتش کردن پادشاه جهود و بت نهادن پهلوی آتش، که هر کی بت را سجده کند از آتش برست. آن جهودی سگ ببین چی رای کرد، پهلوی آتش بتی برپای کرد. کان که این بت را سجود آرد برست، ور نیارد در دل آتش نشست. چون سزای این بتی نفسو نداد، از بتی نفسش بتی دیگر بزاد. مادری بتها بتی نفسی شماست، زان که آن بت مار و این بت اژدهاست.
آهن و سنگ است نفس و بت شرار، آن شرار از آب میگیرد قرار. سنگ و آهن زاب کی ساکین شود، آدمی با این دو کی ایمن بود. بت سیاه آب است در کوزه نهان، نفس مر آبی سیاه را چشمدان. آن بتی منحوت چون سیلی سیاه، نفس بتگر چشمه بر آب راه. صد سبو را بشکند یک پاره سنگ، و آب چشمه می زهاند بیدرنگ. بت شکستن سهل باشد نیک سهل، سهل دیدن نفس را جهل است جهل. صورت نفس ار بجویی ای پسر، قصه دوزخ بخوان با 7 در. هر نفس مکری و در هر مکر زان، غرقه 100 فرعون با فرعونیان. در خدای موسی و موسی گریز، آب ایمان را ز فرعونی مریز. دست را اندر احد وحمت بزن ای برادر، واره از بوجهل تن. به سخن آمدن طفل در میان آتش و تحریض کردن خلق را در افتادن به آتش. یک زن با طفل آورد آن جهود، پیش آتش و آتش اندر شعله بود. طفل از او بیستد در آتش در فگند، زن بترسید و دل از ایمان بکند. خواست تا او سجده آرد پیش بود، بانگ زد آن طفل اینی لم اموت. اندرآ ای مادر اینجا من خوشم، گرچه در صورت میان آتشم. چشم بند است آتش از بهر حجاب، رحمت است این سر برآورده ز جیب. اندرآ مادر ببین برهان حق، تا ببینی عشرت خاصان حق. اندرآ و آب بین آتش مثال، از جهان کآتش است آبش مثال. اندرآ اسرار ابراهیم بین، کو در آتش یافت سرو و یاسمین. مرگ می دیدم گهی زادن ز تو، سخت خوفم بود افتادن ز تو. چون بزادم رستم از زندانی تنگ، در جهانی خوش هوای خوب رنگ. من جهان را چون رحم دیدم کنون، چون در این آتش بدیدم این سکون. اندر این آتش بدیدم عالم، ذره ذره اندرو عیسی دم. نک جهانی نیست شکلی هست ذات، وان جهانی هست شکلی بی ثبات. اندرآ مادر به حق مادری، بین که این آذر ندارد آذری. اندرآ مادر که اقبال آمده است، اندرآ مادر مده دولت ز دست. قدرت آن سگ بدیدی اندرآ، تا ببینی قدرت و لطف خدا. من ز رحمت می کشانم پای تو، کز طرب خود نیستم پروای تو. اندرآ و دیگران را هم بخوان، کاندر آتش شاه بنهاده است خوان. اندرآیید ای مسلمانان همه، غیر از بیدین عذاب است آن همه. اندرآیید ای همه پروانه وار، اندر این بهره که دارد 100 بهار. بانگ میزد در میان آن گروه، پر همی شد جان خلقان از شکوه.
خلق خود را بعد از آن به خویشتن می فگندند اندر آتش مرد و زن. بی موکل بی کشیش از عشق دوست، زان که شیرین کردنی هر تلخ از اوست. تا چنان شد کان اوانان خلق را منع می کردند کآتش در میا. آن یهودی شد سیه رو و خجل، شد پشیمان زین سبب بیمار دل. کاندر ایمان خلق عاشقتر شدند، در فنای جسم صادقتر شدند. مکر شیطان هم در او پیچید شکر، دیو هم خود را سیه رو دید شکر. آنچه می مالید در روی کسان، جمع شد در چهره آن ناکس آن. آن که می درید جامه خلق چست، شد دریده آن او ایشان درست. کژ ماندن دهان آن مرد که نام محمد را صلی الله علیه و سلم به تسخر خواند. آن دهان کژ کرد و از تسخر بخواند، مر محمد را دهانش کژ بماند. باز آمد که ای محمد عفو کن، ای تو را الطاف و علمی من لدن. من تو را افسوس می کردم زی جهل، من بودم افسوس را منسوب و اهل. چون خدا خواهد که پرده کس درد، میلشان در طعنه پاکان برد. ور خدا خواهد که پوشد عیب کس، کم زند در عیب معیوبان نفس. چون خدا خواهد که مان یاری کند، میل ما را جانبی زاری کند. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، وی همایون دل که آن بریان اوست. آخری هر گریه آخر خنده است، مرد آخر بین مبارک بنده است. هر کجا آبی روان سبزه بود، هر کجا اشک روان رحمت شود. باش چون دولاب نالان چشم تر، تازی صحن جانت بر رویت حذر. اشک خواهی رحم کن بر اشک بار، رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر. عتاب کردن آتش را آن پادشاه جهود. رو به آتش کرد شه کی تند و خو، آن جهان سوزی طبیعی خود کو. چون نمی سوزی چی شد خاصیتت، یا ز بخت ما دگر شد نیتت. می نبخشایی تو بر آتش پرست، آنکه نپرستد تو را او چون برست. هرگز ای آتش تو صابر نیستی، چون نسوزی چیست قادر نیستی. چشم بند است این عجب یا هوش بند، چون نسوزاند چونین شعله بلند. جادویی کردد کسی یا سیمیاست، یا خلاف طبع تو از بخت ماست. گفت آتش من همانم ای شمن، اندرآ تا تو ببینی تاب من. طبع من دیگر نگشت و عنصرم، تیغ حقم هم به دستور برم.
بر دری خرگه سگان ترکمان چاپلوسی کرده پیش میهمان. ور به خرگه بگذرد بیگانه رو، حمله بیند از سگان شیرانه او. من ز سگ کم نیستم در بندگی، کم ز ترک نیست حق در زندگی. آتشی طبعت اگر غمگین کند، سوزش از امر ملیک دین کند. آتشی طبعت اگر شادی دهد، اندرو شادی ملیک دین نهد. چون که غمگینی تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. چون بخواهد عین غم شادی شود، عین بندی پای آزادی شود. باد و خاک و آب و آتش بنده اند، با من و تو مرده با حق زنده اند. پیش حق آتش همیشه در قیام، همچو عاشق روز و شب پیچان مدام. سنگ بر آهن زنی بیرون جهد، هم به امر حق قدم بیرون نهد. آهن و سنگ ستم بر هم مزن، کین دو می زایند همچو مرد و زن. سنگ و آهن خود سبب آمد ولیک، تو به بالا برنگر ای مرد نیک. کین سبب را آن سبب آورد پیش، بی سبب کی شد سبب هرگز ز خویش. وان سبب ها کانبیا را رهبرند، آن سبب ها زین سبب ها برترند. این سبب را آن سبب عامل کند، بازگاه بیبر و عاطل کند. این سبب را محرم آمد عقلها، وان سبب ها راست محرم انبیا. این سبب چی بود به تازی گو رسن، اندرین چی این رسن آمد به فن. گردشی چرخه رسن را علت است، چرخه گردان را ندیدن ذلت است. این رسنهای سببها در جهان، هان و هان زین چرخ سرگردان مدان. تا نمانی صفر و سرگردان تو چرخ، تا نسوزی تو زی بی مغزی چو مرخ. آب حلم و آتش خشم ای پسر، هم ز حق بینی چو بگشایی بصر. گر نبودی واقف از حق جان باد، فرق کی کردی میان قوم عاد. هود گردی مؤمنان خطی کشید، نرم می شد باد کانجا می رسید. هر که بیرون بود زان خط جمله را، پاره پاره می گسست اندر هوا. همچنین شیبانی رائی می کشید، گرد بر گردی رمه خط پدید. چون به جمعه می شد و وقت نماز، تا نیارد گرگ آنجا ترک تاز. هیچ گرگ در نرفتی اندران، گوسفندی هم نگشتی زان نشان. باد هرسی گرگ و هرسی گوسفند، دایره مرد خدا را بود بند. همچنین بادی اجل با عارفان، نرم و خوش همچون نسیم یوسفان. آتش ابراهیم را دندان نزد، چون گزیده حق بود چونش گزد. ز آتش شهوت نسوزد اهل دین، باقیان را برده تا قعر زمین. موج دریا چون به امر حق بتاخت، اهل موسی را ز قبطی واشناخت. خاک قارون را چو فرمان در رسید، با زر و تختش به قعر خود کشید. آب و گل چون از دم عیسی چرید،
بال و پر بگشاد مرغ شد پرید. هست تسبیحت بخار آب و گیل، مرغ جنت شد ز نفخ صدق دل. کوه طور از نور موسی شد برقص، صوفی کامل شد و رست او ز نقص. چی عجب گر کوه صوفی شد عزیز، جسم موسی از کلوخ بود نیز. طنز و انکار کردن پادشاه جهود و قبول نکردن نصیحت خاصان خیش. این عجایب دید آن شاه جهود، جز که طنز و جز که انکارش نبود. ناصحان گفتند از حد مگذران، مرکبی استیزه را چندین مران. ناصحان را دست بست و بند کرد، ظلم را پیوند در پیوند کرد. بانگ آمد کار چون اینجا رسید، پای داره سگ که قهر ما رسید. بعد از آن آتش 40 گز برفروخت، حلقه گشت و آن جهودان را بسوخت. اصل ایشان بود آتش ز ابتدا، سوی اصل خیش رفتند انتها. هم ز آتش زاده بودند آن فریق، جزوها را سوی کل باشد طریق. آتشی بودند مومن سوز و بس، سوخت خود را آتش ایشان چو خس. آنکه بودست امه الهاویه، هاویه آمد مرو را زاویه. مادری فرزند جویان وی است، اصلها مر فرعها را در پی است. آبها در حوض اگر زندانی است، باد نشفش می کند کرکانی است. می رهاند می برد تا معدنش، اندک اندک تا نبینی بردنش. وین نفس جانهای ما را همچنان، اندک اندک دزدد از حبس جهان. تا زرندودیت از ره نفگند، تا خیال کش تو را چه نفگند. از کلیله بازجو آن قصه را، و اندر آن قصه طلب کن حصه را. شما محفل ادبی را با افتخار 800 سالگی مولانا محمد جلال الدین بلخی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، یاوری تهیه‌گر ایرج میرزا علی، منظم آواز برنای نظام، محرر عبدالقادر عبدالقهار. خانه آباد باشید.